به نام خدا. دکتر حسن پور هستم، عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در این جلسه از بافشناسی عملی به بررسی دو ساختار زبان و لب خواهیم پرداخت. اولین تصویری که مشاهده می‌کنید یک ساجیتال سکشن از ناحیه لب هست. به این ترتیب پوست پوشاننده لب رو در یک طرف و مخاط یا میوکز پوشاننده لب رو از طرف دیگه مشاهده می‌کنید. در قسمت فوقانی هم رد بوردر یا ورملین یا همون مرز قرمز رنگی که بین پوست خارجی و مخاط داخلی قرار گرفته رو مشاهده می‌کنید. در وسط بافت لب ساختاری که مشاهده می‌کنید عضله مخطط اوربیکولاریس اوریس هست که در وسط قرار گرفته و به حرکات لب کمک میکنه. بر روی پوست خارجی لب من زوم میکنم تا اجزای اون رو بهتر ببینید. همونطور که مشاهده میکنید پوست پوشاننده سطح خارجی لب نسبتا نازک هست و تعداد زیادی هیر فالیکلز یا فالیکل های مو رو مشاهده میکنید که در کنار اونها سباشیس گلند یا غدد چربی رو میبینید. همچنین در بعضی از نواحی مثل این قسمت ما غدد عرق رو هم میتونیم مشاهده کنیم که من بر روی اون بزرگنمایی رو بیشتر میکنم. اینجا ما غدد عرق رو داریم، حتی در واقع مجاری غدد عرق رو هم شما میتونید مشاهده کنید. اما اگر که از این ناحیه من حرکت کنم و بیام به سمت ناحیه‌ای که رد بوردر یا مرز قرمز رنگ لب هست، مشاهده می‌کنید که از یه جایی به بعد دیگه فالیکل های مو حضور ندارن. در اینجا ما غدد چربی رو نخواهیم دید و حتی غدد عرق هم حضور ندارد. بنابراین رد بوردر یا ورملیم یا همون مرز قرمز رنگ لب سریع خشک میشه و ممکنه که آسیب ببینه، چون هیچ غدد چربی یا غدد عرق اینجا حضور نداره. از طرف دیگه اگر که مقایسه ای انجام بدیم بین اپیتلیوم پوشاننده ناحیه رد بوردر و اپیتلیوم پوشاننده که این قسمت روی پوست هست، مشاهده میکنید که در ناحیه رد بوردر یا ورملیم درمال پاپیلا یا همون کشیده شدگی های درم به داخل ناحیه اپیدرم نسبتاً بلند و کشیده هست و تعداد اونها بیشتر هست. بنابراین می‌بینیم که پوست روی لب چین‌های نسبتاً ظریفی داره و به دلیل اینکه ضخامت این اپیتلیوم و ناحیه درم نسبتاً کم هست، به رنگ قرمز رنگ اینجا دیده میشه. اما اگر که از ناحیه رد بوردر ما حرکت کنیم و بیایم به سمت مقابل، جایی که میوکز یا مخاط پوشاننده لب حضور داره، مشاهده میکنید که در مقایسه با سمت مقابل اپیتلیوم پوشاننده نسبتاً ضخامتش بیشتر هست، اما دیگه این طرف اپیتلیوم ما کراتینایز نیست و فاقد بخش کراتین هست. پس اپیتلیوم پوشاننده ناحیه داخل لب یا در واقع بگیم همون میوکز یا مخاط پوشاننده از نوع استراتیفاید اسکاموس نان کراتینایز هست و در مقابل پوست سمت خارج ضخامتش اما بیشتر هست. همینجا در زیر میوکس یا مخاط ما یک سری غدد رو مشاهده میکنیم که این غدد در واقع غدد سروموکس هستند که تحت عنوان لیبیال گلند شناخته میشن. اگر که من بر روی اون زوم کنم، شما این غدد سروموکس رو مشاهده میکنید که ترشحات در واقع بزاق دهان رو به نحوی دارن ایجاد میکنن، کمک کننده هستند توی ایجاد حالت مرطوبی که داخل حفره دهان وجود داره. بنابراین من یک بار دیگه با بزرگنمایی کم به ساختار لب نگاه میکنم و اجزای اون رو خدمتتون میگم. در سمت داخل ما میوکس یا مخاط رو داشتیم از نوع استراتیفاد اسکاموس نان کراتینایز بود.
در زیر اون تو ناحیه ساب میوکزا غدد مربوط به لب لیبیال گلندز رو داریم که غدد سروموکز هستند. بعد در ناحیه سطح فوقانی لب ناحیه رد بوردر رو داریم یا ورملیم. در اینجا غدد عرق، غدد چربی و فالیکل های مو مشاهده نمیشن. درمال پاپیلا ها نسبتاً بلند و کشیده هستند و در طرف مقابل به سمت بیرون پوست و اجزای اون رو مشاهده میکنید که اینجا در خانم ها موها نسبتاً نازک و ظریف هستند، در آقایون موها نسبتاً ضخیم هستند. در وسط هم که در واقع عضله مخطط رو داشتیم که اسم گذاری کردیم اون رو اوربیکولاریس اوریس. اما ساختار بعدی که مشاهده میکنید مربوط به ناحیه زبان هست. در این تصویر شما سطح فوقانی یا سطح پشتی زبان رو مشاهده میکنید. ساختارهایی که به رنگ زرد رنگ دارید میبینید مربوط به عضلات مخطط ناحیه زبان هستند که در وسط زبان قرار گرفتن. در بین اونها ساختارهای لانه زنبوری مربوط میشه به بافت چربی که اینجا حضور داره. اما بر روی سطح زبان جایی که اپیتلیم حضور داره و در زیر اون لمینا پروپریا حضور داره، ما ساختارهایی رو میبینیم که تحت عنوان پاپیلا اونها رو میشناسیم. بر روی سطح زبان 4 نوع پاپیلا حضور داشت. یکی فیلیفورم پاپیلا یا پاپیلای نخی شکل، یکی فانجی فرم پاپیلا یا پاپیلای قارچی شکل و یکی هم که سیرکامولیت پاپیلا یا پاپیلای دره‌ای شکل و یک دونه دیگه از پاپیلاها که تعدادشون خیلی کم هست و در حاشیه زبان قرار دارن تحت عنوان پاپیلاهای برگی شکل شناخته میشن که اینجا ما توی تصویر نداریم. اما بر روی هر کدوم از این پاپیلاها من زوم میکنم تا ساختار اون رو بهتر مشاهده کنیم. خب اولین پاپیلایی که داریم میبینیم و واضح مشخص هست این ساختار و این ساختار، این دو پاپیلاهای فیلیفورم یا نخی شکل هستند. این پاپیلاها ساختارهای نوکتیز و کشیده‌ای هستند که بر روی سطح اونها همونطور که مشاهده میکنین مقداری بافت کراتین حضور داره. این دوتا پاپیلا بر روی سطحشون جوانه چشایی ندارن و کارشون اینه که در واقع دارن افزایش سطح میدن بر روی زبان و کمک میکنن که حالا لقمه غذا بر روی زبان قرار بگیره و به اون جویدن و هضم غذا کمک میکنن. اما پاپیلای بعدی که در موردش صحبت میکنیم این پاپیلا هست که تحت عنوان فانجی فرم پاپیلا شناخته میشه. من بر روی فانجی فرم پاپیلا بیشتر زوم میکنم و اون رو در وسط میدان دیدمون قرار میدم. همونطور که میبینید یک محور از جنس بافت همبند در وسط اون هست، بر روی اون هم که اپیتلیم از نوع استراتیفاید اسکاموس هست. اما دیگه اینجا ما کراتین رو نداریم، بافت کراتین رو نداریم و پاپیلای فانجی فرم یا قارچی شکل ممکنه که بر روی سطح فوقانیش یا سطح کناریش 2 تا 3 تا ساختار مربوط به جوانه های چشایی یا تیست باد رو مشاهده کنیم. اما ساختاری که برای ما اهمیت بیشتری داره در این اسلاید مربوط میشه به پاپیلای سیرکامولیت یا پاپیلای دره‌ای شکل که من بر روی اون زوم میکنم تا ساختار اون رو بهتر مشاهده کنید. خب پاپیلای دره‌ای شکل به این دلیل به این نام در واقع اسم گذاری شده که در دو طرف اون 2 تا حفره دره‌ای شکل حضور داره. پس کل این ساختاری که من دارم بهتون نشون میدم، کل این ساختار مربوط میشه به سیرکامولیت پاپیلا. همونجور که مشاهده میکنید در وسط اون یک محور از بافت همبند هست، اپیتلیوم استراتیفای اسکاموس رو داریم در دو طرف. اما در دو طرف دره جایی هست که اینجا ما جوانه های چشایی رو داریم
و این پاپیلای سیرکانولید از لحاظ جایگاهی اگر که برید جلوی آینه و توی آینه نگاه کنید و زبونتون رو بیرون بیارید، شما میتونید حدود 10 تا 12 تا از این پاپیلاها رو در انتهای زبان، جایی که 2/3 جلویی داره وصل میشه به 1/3 عقبی، اونجا این پاپیلاها رو مشاهده کنید که کاملا بزرگ قرار گرفتن. خب من بر روی این پاپیلا زوم رو بیشتر میکنم تا ساختارهای تیست باد رو بهتر ببینید. پس این ساختارهایی که اینجا دارید میبینید جوانه های چشایی یا تیست باد هستن. این طرف و این طرف هم جوانه های چشایی رو دارید میبینید که در داخل اونها انواع مختلفی سلول حضور داره و یکی از این نوع سلول‌ها گیرنده های چشایی هستند که میتونن مولکول های مربوط به مزه ها رو دریافت کنن. پس پاپیلای سیرکانولکس رو ساختارش مشاهده کردید، اما همینجا مشاهده میکنید که درست در زیر این پاپیلای سیرکانولکس و در ضخامت زبان ما یک سری غدد داریم که این غدد اگر من بر روشون زوم کنم در واقع غدد مجددا سروموکس هستند که تحت عنوان وان ابنر گلنز شناخته میشن. غدد وان ابنر. پس اینجا دارید میبینید اینها همه اینها ساختارهای غدد وان ابنر هست که این غدد وان ابنر توسط مجاریشون که اینجا مقاطعی از این مجاری رو دارید میبینید باز میشه به این ناحیه دره مربوط به پاپیلای سیرکانولکس. از این طرف باز ما غدد وان ابنر رو میبینیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم غدد سروموکس هستن و بعد ترشحاتشون رو توسط مجاریشون که اینجا یه دونه از این مجاری و اینجا یک کوچولو مجرای دیگر رو دارید میبینید، ترشحات آبی که خودشون رو میریزن توی این دره های مربوط به سیرکانولید پاپیلا و کارشون اینه که اون مولکول غذا، مولکولی که مزه رو آورده رو اینجا بشورن و در واقع جوانه چشایی رو آماده کنن برای اینکه مزه جدیدی بهش متصل بشه و سیگنال رو ارسال کنه. همینجا عروق خونی رو هم دارید میبینید که در داخلش گلبولای قرمز به رنگ نارنجی دیده میشن. خب من بزرگنمایی رو کم میکنم و یه بار دیگه ساختار زبان رو به صورت کلی با هم بررسی میکنیم. خدمتتون عرض کردیم که ساختار زبان در وسط از عضلات مخطط ساخته شده که در جهت‌های مختلفی قرار گرفتن. این عضلات در وسط اونها بافت چربی رو دارید مشاهده میکنید، اما بر روی سطح دورسال یا سطح پشتی زبان ما در واقع پاپیلاها یا برجستگی های زبان رو داریم که در اینجا 3 نوعش رو با هم دیدیم. پاپیلای فیلیفورم یا نخی شکل که متعدد هست، اینجا هم دارید میبینیدش. پاپیلای فانجی فرم یا قارچی شکل که بر روی پاپیلای فانجی فرم ممکنه که چند تا 2 تا 3 تا 4 تا جوانه چشایی رو داشته باشیم. این یکی دیگه پاپیلای فانجی فرم هست و در نهایت پاپیلای سیرکانولید یا دره‌ای شکل رو داریم که در زیر پاپیلای سیرکانولید به تعداد زیادی غدد سروموکس وان ابنر رو مشاهده می‌کنید. خب به این ترتیب ما 2 ساختار از اورال کویتی یا حفره دهان رو با هم بررسی کردیم. امیدوارم که اوقات خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.